این پشه غول‌پیکر داره گردن این مردو میخوره. رنگ پوست مرد خیلی سریع زرد میشه و احساس خستگی شدیدی میکنه. وقتی خون گردن کم فشار میشه، پشه از گردنش جدا میشه و میره روی کمرش. فقط توی یه شش به هم زدن سایز پشه از 50 به 85 سانتی متر میرسه. مرد که دیگه خونی توی بدنش نمونده بیهوش میشه، میفته روی زمین و پشه رو زیر خودش له میکنه و شانسی جون خودش رو نجات میده. اما روز بعد وقتی مرد از خواب بیدار میشه، زخم روی پشتش به بزرگی یه قسمت خوشگل دیگه از بدنش میشه. ولی مرد اصلا اهمیتی نمیده، چون اونو دوست داشت. اتفاقی افتادن توی یه آبشار عجیب و به این دنیای عجیبتر منتقل شدن و وقتی اونا از روی گرسنگی یه میمون رو دنبال میکنن تا شکارش کنن، میافتن داخل یه گودال شنی و یه گیاه گوشخوار عجیب سری دورشون میپیشه و میبرتشون وسط زمین و هوا. اونا سعی میکنن با تاب دادن خودشون از دست گیاه فرار کنن، اما